سلام، وقت بخیر. خب امروز یه ریلز آموزشی کوچیک داریم راجع به مفهوم نگاتیو و پازیتیو توی نقاشی آبرنگ. خب یه وقتی هست مثلا ما میخوایم یه چیزی بکشیم، مثلا یه برگ بکشیم. ما میتونیم به دو صورت این برگ رو بکشیم. ساده ترین نوعش اینطوری هستش که ما به صورت پازیتیو برگ رو میکشیم، یعنی مثلا من میام طراحیمو میکنم و رنگم رو ور میدارم و خب برگم رو به صورت پازیتیو، یعنی خود برگ رو میکشم و تموم میشه کارم. حالا میتونم بهش تیرگی هم اضافه بکنم، نمیدونم، میتونه خیس باشه، بذارم حالا خوش بشه، فرم دیگه بهش بدم و دیگه خطاشو بذارم و حالا با جزئیات و اینا به ایناش دیگه خیلی کاری ندارم. یه وقتی هستش که ما به صورت نگاتیو برگ رو میکشیم. به چه صورته؟ به این صورت که با تیرگی هایی که اطراف کار میندازیم برگ رو در میاریم. اگه بخوام همینطوری بهتون نشون بدم، به این صورته که مثلا من میام، بذار من یه اسپری کوچیک مثلا اینجا رو بزنم، میام و اطراف کار رو خیس میکنم یا حالا مثلا با آبرنگ میکشم و خب یه برگ در میارم. این میشه برگ من. حدودا دیگه اینطوری. این میشه نگاتیو. و هر کدوم از این موارد یه جایی کاربرد داره. حالا توی مثلا یه دسته گل کشیدن، حتی توی درآوردن تنه درخت، دور و نزدیکی کار و اینا خیلی مهمه. من الان یه مدل کار رو انجام میدم و این رو هم آخر ریلز براتون اضافه میکنم. خب کار من الان خوش شده و الان مثلا یه سطح رنگ شده داریم. حالا میگم من الان چطوری میتونم از توی این سطحی که دارم یه برگ مثلا نگاتیو در بیارم یا یه ساقه و یک برگ در بیارم. خب به این صورت که مثلا من الان اینجا رو میبینم، اینجا مثلا میتونه یه برگ باشه. میام تیرگیامو دور این کار اضافه میکنم. لازم هم نیست کامل انجام بشه، همین سطح برش کافیه. یعنی لازم نیست کل برگ رو ما اینجا به این صورت دورش رو بگیریم. همین فقط به ما حس این که این تیکه برگ هست رو میده و همین کافیه. امیدوارم که لذت برده باشین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.